تلك یا گردی دیگه کم تلک دیگه ها بگو بچه انا رحمت بس قندات تونزون اینه که انا پهلوانی تونو نشان دادیم بابی؟ لبای چوه که همین ماشینی تخیل ماشینی کنه خود بفروشی هم ماشینی داو بگیری استغفرالله بگویی این جانور این ماشینی به حد ببرکتای ماشینی کم مصرفه هیچی راز خود نداره همین ماشین خوبه ساری با همینجا جای کار ها تلکیدی ببریم ها بر وقت همینجا جمع شد تا سر زمین تلکارده میبریم شیت ببرم قدم گیرم که بفرق همین تلکنن همین مشق حسابای بچم بوزبله میشن چقون میشن رگای پاتان هوی میشه هزار رحمت بچه ها بخشش رحمت ای بابی آخه ای چی گپای ای چی روزای اکه میگردی دیگه ای پشت همی تلکن اکه داخی بگه این ماشین خواهی بفروش خواهی اگان چی دیگه اشکن آخه ای چی گپای ای خیلی روزای آخه دختر ما و ایت ماشینی ببرکت ایت ماشینی بیراز خود ما ایکی جا میوم خیلی بیراز خود بابی؟ بیراز خودای همین ماشینم بیراز خود میشیدای بابی؟ وی نگاه کده سهر ای همین خونه که ماشین بیرون میرورم تا سری زمین بچه که تله کرده میبرن انا که نگاه که با بگه ای سر زمین خونه امدنده ای همون سر زمین تا خونه رو با بچه که تله کرده میارن اگر یک خور بنزین صرف نمیشه این بیراز خود نبوده ها بس گوش کن آخی ما همون آدم نمیدونستم آخی ما رو کجا میبری خونی همون آدم آخی ما حیرون میشم هم میدادم رفته گوش کن یه مینوت دستاری برو که همون آدم کو چین همون مهمانای درکاریش 20 تایش 10 تای 15 تای 5 تای چین همون مهمانای درکاریش گوش بیرون کده باشه ما رو کجا میبری تو آخی من نمیرم رفته خود یعنی دست تو واقعی همین عقل داری نداری تو آخه این فرمی بری این بوسای میری بیخی ما این بوسای خشت قلیش که کجا میرم آخه خونه هم آدم آخه رفته به حالی یمینو دست مشکل ما خواهی میخوای کو گفتگی تر نمیکنم اکم میدرم دا میشیشتم خونی مرده گوش بیرون میخوردم شکم سیر میکنم میرم دا پاپوشو رو میپوشیدم وی این پاپوشوی من نیست این من نمیگم فهمیدی؟ رفته السلام علیکم و علیکم السلام نوی رکوی بو بیش شام دیشم خوش آمده باشم السلام علیکم و علیکم برسلام خدمات مبارک بچم رحمت کیم که دمونان کرده سمت و علامت پیریای چله بچم که نشنختا سمت اکو پرسیدن عیب نیست یکی یگون بچی یگون اشنام نباشی که بابی آخی ما بچی کیم آخی؟ بچی کی؟ اون اقصلو خیلی اکو؟ اون اقصلو خیلی نمون وای شد فهمیدم باشه فهمیدم بسیار خوش خدمات مبارک باشه کی جان بچی کی جانه باکی خونتون رفتی کی جان عینه من سلام بگو شامده کی جان شامده بچم شامده نیو تریفت است بگیره بچم کلام بخره بگیره ها آش بگیره کی جان کلام بخو بچه جان تو راهتون خیلی دوره بگیره بچم آیا اگر میشتین ثبوتاتون گوش میکنم میشتین که ثبوتاتون گوش میکردم
الهی آمین خداوند فیض و برکت عطا کنه در خاندانی هر یک کدام شما هم خداوند فیض و برکت عطا کنه صاحب دسترخوان شوین صاحب مهمان شوین انا همیشه پای قدم مهماناتون خانتون برکت بیاره در دنیا و آخرت خداوند ای همه بلاهای زمینی و آسمانی و دنیایی و عقبای امین بدارمانه قدماتون مبارک نور دیده تاج سر خوش آمده بچم خوش آمده من خوش آمده من ای دیدارتون خرسندم ولی پاپشویتون خودم به دست خودم پیش میمانم در پای قدمتون جانم مهمانم خونی هر کس نمیایه با در قدمتون جانم من پاپشویتون خودم پیش میمانم دستاتون به خودم آمیریزم خودم پاپشویتون پیش میمانم محمد پاپشوی رو پیش مان احمد دست رو آب بگی خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوش آمده بچم خوش آمده همه وقت داری خونی ما برای شما کشوده بیاین خدا برکتیتونو بچم هم مهمون جان وای جان حیران شدی احسادی پاپشیکات نمیپوشی پاپشوی من نیست پاپشوی من رو دزدیدم وی یه بچه از تغفیر الله بگو خیلی عادت نیست در جای ما یه ایمه نیست ایری بی داری دیگه ایری بی ایمه نیست ای ایشمون نیست نه ایمه رو دزدیدم دزدیدم بچه اینه داری دیگه بده ایری بی کدام کورنمه که باش نگاه کرده این کهنه گفتم مانده ایشمون چیزی نو بود خم آره دیدی ساز بود آخی داری دیگه ایری بی پاپشوی دریدگی و کندگی خودش مانده و پاپشوی نوی شما رو پوشیده رفته وای ای کی باشیه هیچی معلوم نیست نمیدونم ای کی باشه ایرا که ای کجا میویم صاحبی را یا اگر و علیکم السلام اگر بدوی اگر همون بچه ولی خونهشو ندارن باشه میاوی پاپشویتا پاییز برا میگی مهمان جان بسیار ناتوریش دگده بسیار ناتوریش ولی ایلاش میاویم یکی این خیلی آدمای کور نمکه که نمک تا میخرن و با بر نمکت خیانت میکنن مهمان تا خفه میکنن حالی بزن گوار جان کجا دی بچم ایجی بیا بچه جان دختر ما ایجی بیا لبای بابی گوار جان لبای تی کورنمکی و به انصافی رو دیدی اگه نخواه خانه مردم بروی و نان و نمکش بخری و با پاپوشی مهمانشو بدزی جاشت پاپوشی کنی اختمانی بر روی خیلی میشه و بابی که ممکنه یادش برو ورده یخه این خیلی میشه راست میگی و برای که در جای خمون این خیلی فریبگری نبود اگه میگم دختر ما همین مهمان ناامید نرو ای خانومان صندوق هوی که کالوچه نوی مرا ای درونی صندوق بگی برای مهمان بیار ماری بابی بچون مهمان جان هر کی مهمان را گرامی میکند کوشش در نیکنامی میکند مقصدی ما ای مهمان کردنی همین شما همین بود که همین یک لحظه تمام پرابلم های حیاتون رو فراموش کنین و چق کنین و اوقاتی بلازت بخوری نه که این عاقبت نگاه کن خنداتو بزن اینه ما برای خودم همیشه در صندوقم یک کلوچی نو میمونم الان کلوچی نو نصیبی شما بده بچه جان بپوش نصیبت کنه چه نه
هو رازمیری میپوشیده نه شما قندات زن رحمت رحمت نصیبی تده بده که همه خیلی اومده یخی رحمت 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 نوای بچه وی چی گفشی؟ یپا لابای ای جیمپیر مام دزید یا در تلت بود های جیمپیری کنه گیری بی چند رنگ نمود رفته که جیمپیری پیر شده گیری من در مده نو دزیدی یا این نمی خونه ده وای جون لبای کالوشو نصیبت کنه اینا این پاپوشیکای کهنه تو بگی یکی با یگان جایی دیگه دم علیش میکنه نو میشه خوش آمدی